به نام خداوند توانا و دادگر. جناب نجیب آقا فهیم، ادیم ورسون، رئیس عملیاتی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، که اگرچه افغانستان نقش در تغییرات اقلیمی نداره اما بیشتر از این پدیده آسیب دیده. اکنون به باور شما افغانستان تا کدام حد از تغییرات کلی اقلیمی در جهان آسیب پذیر شده میتونه و چی راهکار برای مقابله با وجود داره؟ ببینین، طبعا بررسی‌های جهانی نشان میده که افغانستان در فهرست کشورهایی است که بیشترین آسیب دیده و در این فهرست جایگاه چهارم داره. بنابراین و اثراتش هم در زندگی روزمره مردم میبینه. وقتی شکل بارندگی تغییر بکنه، اگر بارندگی در افغانستان زیاد شد تبدیل به سیلاب میشه، اگر بارندگی کم شود طبعا خشکسالی است که ما در 2 سال 3 سال گذشته پای هم خشکسالی ها را افغانستان تجربه کرد. بنابراین و از طرف دیگه چون اقتصاد افغانستان وابسته به زراعت است، اقتصاد زراعتی است و در اثر خشکسالی و همچنان در اثر سیلاب ها اقتصاد زراعتی محدود میشه، خرد میشه، آسیب میبینه، زمین غیر قابل کشت میشه و از طرف دیگه جمعیت افغانستان بیشتر از 70% به زراعت اشتغال داره. وقتی که زراعت محدود شد طبعا بیکاری زیاد میشه، مهاجرت زیاد میشه و از طرف دیگه طبعا فضای سیاسی حاکم در جامعه به اصطلاح رادیکال تر شده میره و از طرف دیگه فاصله بین مردم زیاد شده میره، بی‌اعتمادی زیاد شده میره، تنش‌های اجتماعی زیاد شده میره و از طرف دیگه وقتی که یک حکومت موثر وجود نداشته باشه، حکومت پاسخگو وجود نداشته باشه، حکومتی که با موقع اقدام کرده نتونه، حکومتی که یک رابطه نزدیک نتونه با نهادهای بین المللی، با جامعه بین المللی تامین بکنه، با کشورهای همسایه خود تامین بکنه، طبعا مثل امروزه در انزوا قرار میگیره. این انزوا سبب میشه که طبعا افغانستان از چشم به اصطلاح رسانه‌های جهان هم دور شده است. وقتی که از چشم رسانه دور شد یک کشور طبعا توجه جامعه بین المللی کم میشه و منابع در داخل افغانستان موجود نداره. وقتی که کمک‌ها محدود شود طبیعی است که باعث افزایش تلفات میشه، باعث افزایش فقر و گرسنگی میشه و وضعیت پیش میاد که متاسفانه ما در شب و روز شاهد وقوعش هستیم. تشکر. و به عنوان پرسش اخیر جناب فهیم که چی توصیه های برای مردم دارین که پیش از این گونه رویدادها چی باید بکنن و پس از او چی کارهایی را باید به اجرا بگذارند؟ ببینین، طبعا مقابله با حوادث طبیعی یا کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی مسئولیت اولش متوجه دولت هاست. دولت ها باید برنامه تدوین کنن، استراتژی طرح بکنن، منابع فراهم بسازن، اولویت ها در اولویت قرار بدن. وقتی که تخصیص منابع میشه، منابع قابل توجه باید اختصاص داده شود، روی زیربناها باید سرمایه گذاری شود، طبعا سیلاب باید مدیریت شود، مهار شود، سیستم‌های هشدار اولیه ایجاد شود، تیم‌های امداد و نجات، که این کارهایی است که باید دولت‌ها بکنه چون مردم کردن نمیتونه. اما در شرایط موجود وقتی که دولت پاسخگو وجود نداره و مردم روزانه قربانی شده میرد و مردم در یک به اصطلاح مبارزه تنازع برای بقا قرار میگیرن، طبعا بی‌تفاوتیشان و غفلتشان باعث تلفات بیشتر در بین خودشان میشه. به خاطر نجات جان خود باید یک سری کارهایی را بکنن. به عنوان مثال پیش از اینکه یک سیلاب یا حادثه طبیعی رخ بده، مردم باید به مو تجارب تاریخی خود مراجعه کنن، به تجارب محلی خود مراجعه بکنن. در گذشته ما شاهد وقوع چه نوع حوادث طبیعی بودیم. به عنوان مثال امروز در مورد سیل گپ میزنیم، برکه یا یک گوشه دیگه از فردن بغلان یا در غور امسال که سیلاب شده، اگر به گذشته مراجعه کنیم 5 سال قبل هم شاید با شدت متفاوت، 10 سال قبل هم، چون سیلاب‌ها دوره برگشت به اصطلاح کوتاه مدت دراز مدت دارن، 5 سال 20 سال 50 سال تا 100 سال. بنابراین اگه این مردم به تجارب تاریخی خود مراجعه بکنن، موقعیت خود درک کرده میتونن در ارتباط حادثه طبیعی. وقتی که احساس کردن که ما آسیب پذیر هستیم در برابر حوادث طبیعی، طبعا در فکر راهی مقابله شوند. تجربه چی است؟ در گذشته چه کرد؟ پدرای ما چه کرد؟ همسایه ما چه کرد؟ در ولایت همجوار ما اتفاق کرد.
اتفاق شد چی کرد. و چیز دیگه که مردم میتونه بکنه، یک سیستم هشدار اولیه محلی رو میتونن ایجاد بکنن. امروز فقط موبایل است، مردم جوانان به اینترنت دسترسی داره، افراد تحصیل کرده وجود داره، اینا شبکه‌های اجتماعی را، رسانه‌ها را تعقیب میکنن، وضعیت جوی گزارش پیدا میکنن. اینیا کلش نشانه‌های خطر است. این نشانه‌های خطر جدی باید بگیرن. وقتی که احساس کردن فقط ابرهای سیاه بارانزا در منطقهشان تسلط پیدا کرد، یک نشانه خطر جدی است. باید این سیستم به اصطلاح هشدار اولیه اطلاع رسانی کنه به مردم، خطر وجود داره، آمادگی تان بگیرین. همزمان باید در مورد راه خروج اضطراری فکر بکنن. اگر گرفتار یک حادثه شدیم از کدام راه باید خارج شویم. و متاسفانه دیده میشه تعداد قربانی‌های طفل و به اصطلاح زن بسیار زیاد بوده، یا به نوع نقش‌ها آسیب پذیر هستند. چطور مورد توجه قرار بگیرن، چطور اینا را کمک بکنیم، افراد مسن، مریض، زنای حامله و باردار چطور مورد توجه خاص قرار بگیرن. مناطق امن در کجا است؟ ما چیز قابل انتقال ما چی است؟ چیزای سبک قابل انتقال باید در موردش فکر بکنن. این راهی است که خود مردم میتونه بکنه. این مسئله مدیریت آبریزهاست. این که فرضاً در حریم رودخانه نباید کسی خانه بسازه، فرضاً در بستر در سیلوران نباید مناطق مسکونی هرچند مربوط به پالیسی کلان دولت میشه که برای مردم آگاهی بده، اما مردم به اصطلاح به تجربه تاریخی خودم مراجعه بکنه، او میتونه یک راهنما برشان باشه. این جمعاً اینی تدابیری است که خود مردم میتونه با اتخاذ این تدابیر جلو وقوع حادثه را گرفتن میتونه. اما در جریان وقوع حادثه اگر مردم به این شیوه ها عمل بکنه، خساره به حداقل میرسد، تلفات کاهش پیدا میکنه و این کمک برای خودشان است. تشکر میکنم از شما نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان.